مقامات اندوز توجیکستان از یک گروه بلوگرها و یوتیوبرهای نسبتاً معروف توجیک طلب کرده است که به این اداره حاضر شده درباره سرچشمه‌های درآمد خود حساب دهند و اندازش را سپارند. خود کمیته اندوز این خبر را رسما شرح نداده است، ولی عثمان یکی از بلوگرهای شناخته در مراجعتنامه ویدیویی در اینستاگرام تصدیق کرد که او را به کمیته اندوز دعوت کردند. عثمان که کانال‌های تاجیکان شو را در یوتیوب، اینستاگرام و دیگر پایگاه‌های اینترنتی میچرخاند، ادعا کرد که در یک سال گذشته در یوتیوب همگی $101 کار کرده است و حالا از کجا باید 100 یا $200 قرض کرده اندوز سپارد. عثمان که با لحن پراحساس مراجعت‌های ویدیویش نام برآورده است، به عین لحن کمیته اندوز را کمیته اندوز نام برده خطاب به مقامات اندوز گفت: مراجعت به کمیته اندوز بیهوده جان نکنید، اینقدر دعوتنامه به من رایی نکنید. من یگان جا پیش شما نمی روم و شما حق مرا نلاگ بستن هم ندارید. در کجا کار میکنم که نلاگم میبندید؟ والله بالله 1 سال شد یوتیوب دارم، در 1 سال همگی $101 کار کرده است. از کجای همین انداز میگیرید؟ با $100 دیگر قرض کنم از یگان جا $200 کنم به شما برم انداز بسپارم؟ همین خیال کنید که صغیره ها رو دلمانده میکنید از وطن. عیب وطن نیست، عیب بعضی شما است که پولهایتان کمی میکند. میبخشید و باز مرا از دیگر دولت نیابید اگر قهرتان کند. مقامات اندوز تاجیکستان بنا به اطلاع دریافته در اجرای نقشه اندوز سال 2020 به مشکل دچار شدند و به این دلیل با شتاب منبع‌های ممکن جمع آوری اندوز را از جمله در بین بلاگرها میجویند.